سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که روز پر انرژی رو شروع کرده باشید. این بخش از فیزیک دهم خطا و دقت اندازه‌گیری رو داریم. وسیله‌اشو خدمتتون میگم که دیجیتال و مدرج یا همون سنتی خودمونه. بخش مهمیه، تقریبا چند سال یه بار ازش سوال کنکور داریم، به راحتی سوالشو خواهید زد. واسه بچه‌ها من توی جلسه، یعنی توی ویدیو درس براتون تبدیل واحد و جدولاشو پیش‌بندی کوچیک کننده و بزرگ کننده رو انجام میدم. لینکشو میذارم این بالا، حتما اون رو ببینید تا آخر، باهاش کار داریم. برای حل تستای این فصل به کارمون میاد. نمادگذاری علمی همینطور. و توی ویدیو دیگه هم کمیت اصلی و فرعی رو توی جدول براتون نوشتم. اون ویدیو رو هم حتما نگاه کنید، به دردتون میخوره. خب بچه‌ها، وسایل اندازه‌گیری ما دو نوعه. درجه بندی شده یا همون روش سنتی خودمون، مثل دماسنج، مثل خطکش، یا مدرج هم بهش میگه، یا دیجیتال، مثل همین دماسنج‌های دیجیتالی که خیلی راحته، اصلا کاری نداره، شما همون رو میاد وارد مسئله میکنید. اما درجه بندی شده یه قلق و یه فرمول ریز داره که اونو بهتون میگم. خب بچه‌ها، مورد اول مدرج یا همون درجه بندی شده یا همون روش سنتی خودمون. ببینید یه فرمول داره، ما میخوایم خطاشو به دست بیاریم. میگیم چی؟ میگیم مثبت منفی. اینو یادتون باشه، یعنی اون خطایی که به دست میاریم اون اندازه‌گیری که می‌کنیم یا بیشتر از اونه یا کمتر از اونه. پس مثبت و منفیش یادتون نره. دقت یا کمینه، اینو دقت کنید، کمینه تقسیم بندی وسیله. الان شما یه خطکش دارین مدرج شده است، خب یه مداد رو باش اندازه گرفتیم، میگه اینو خطاشو برای ما گزارش کن. ببینید ما می‌خوایم خطا، می‌نویسم خطا، درسته، مساویه. مثبت منفیش یادتون نره. خب کمینه تقسیم بندیش چند تاه؟ یکی یکیه، دو تا، سه تا، نیم تا. ببینید نیم یک، یک و نیم دو، دو نیم، دو نیم سه، سه. پس چند تا؟ نیم تا دیگه. کمترین تقسیم بندیش نیم تا. پس می نویسم 5 دهم. درسته؟ تقسیم بر 2 مساوی مثبت منفی 25 صدم. درسته؟ چیه خطکش؟ سانتیمتر. درسته؟ حالا میریم گزارشش کنیم. خوب دقت کنید. گزارش میگه که این الان از 3 بیشتر، از 3 و نیم کمتره. درسته؟ 3 و 1 دهم، درسته؟ 3 و 2 دهم، 3 و 3 دهم، 3 و 4 دهم، 3 و 47، هر چی دوست دارید. خب من حالا اینجا می‌نویسم مثلا 3 و 4 دهم. یه عددیه بین 3 و 3 و نیم، 3 و 1، 3 و 2، 3 و 3، 3 و 4. من می‌نویسم 3 و 4. خب حالا خطا مثبت منفی چند؟ 25 صدم. اما این 25 صدم که اینجا به دست آوردیم اشتباهه. بخوایم اینو گزارش کنیم میگیم چی؟ رو به بالا رندش میکنیم. رو به بالا رندش کنیم. 25 صدم رو به بالا رندش کنیم میشه چند؟ میشه 3 دهم دیگه. پس گزارش درست میشه چند؟ میشه 3/4 مثبت منفی 3 دهم. تموم شد و رفت. خب بچه‌ها، مورد بعدی از دستگاهمون دستگاه دیجیتال. خب من قبل اینکه دستگاه دیجیتال رو به شما روشش رو بگم، خب یه یادآوری ریاضی به شما کنم. ارزش مکانی، درسته؟ این ارزش مکانیش چی بود؟ 10 گام بود. درسته؟ این ارزش مکانیش چی بود؟ 100 گام بود. درسته؟ این ارزش مکانیش چند بود؟ 1000 گام بود. این یادآوری ریاضی تو ذهنتون باشه، الان بهتون میگم. خب شما مثلا یه دماسنج دیجیتال رو میارید. خب به شما چی نشون میده؟ عددی که نمایشگر نشون به شما نشون داده 38 و 4. میخوام این خطاش چنده. خب 38 و 4 دهم درجه سانتیگراد. میگیم چی؟ کمترین ارزش مکانی. الان ارزش مکانی این چنده؟ 1 دهمه. اگر 38 مثلا 49 بود میشد چی؟ میشد 1 صدم. پس کمترین ارزش مکانی چنده؟ 1 دهم. خطاش میشه همون کمترین ارزش مکانی مثبت منفی 1 دهم. حالا گزارش درست، اون چیزی که به ما نشون داده 38/4 به اضافه خطا مثبت منفی خطا چی؟ 1 دهم. تموم شد و رفت. خب بچه‌ها، اینا از درس امروز. روزی 5 دقیقه، ببینید روزی 5 دقیقه وقت بذارید، فیزیکو براتون میریزم زمین دروش کنید. ساب ما، لایک کردن ما و کامنت خودتون هم بذارید. طرز تدریس من چه نظری دارید که ان شاءالله با قدرت بریم جلو. دوستتون دارم.